مارهایی بودن که تو آستینم پرورش باریکلا. olur. میگم 25 لیر میدی. میگم چی کار کنه برات خیلی خوشحال میشی و سورپرایز میشی و اشتاگری. امیدوارم همچین حرکتی فهمی. مثلا من وقتی از اون برنامه اومدم بیرون، خب اون شهرت باعث شد باید بین من و مامبخ یک نگردیم گذشته. دوست داری که توی برنامه عشق ابدی شرکت بکنی؟ گیریم هم کردن اصلا عیب نیست، نپرسیدن عیب نیست. بشینه دست بده که تو رو توی برنامه ریالیتی شو دیدن، با اینکه این برنامه هم خیلی طرفدار داره هم خیلی هیتر داره. موزیکا در چه حاله؟ موزیکا خدا رو شکر کامینگ سونن داره پروژه‌اش پیش میره. عالی، پرتغالی. چند تا موزیک جدید داری؟ جدید نزدیک؟ یه 4-5 تایی هست. یه 4-5 تایی. آره. کی قراره ریلیز بشن اینا؟ معلوم هست یا تاریخش هنوز مشخص نکردی؟ تاریخش مشخص نیست ولی به زودی. خیلی مشتاقم. هم پارتیتور جذابه. آها، می‌خواستم بگم خیلی مشتاقم که بدونم چه موزیکاییه، تو چه سبکاییه، چه رانجاییه. هلو. اولش پارتیتوره. آره. خیلی هم باحال. خیلی خوب. امیدوارم که وقتی اومد کلی باش پارتی کنیم، کلی بهتره کنیم، کلی حالشو ببریم. دمت گرم. مرسی. مرسی از خودت عزیزم. به قسمت فان قاراشمیش خوش آمدی. بریم با هم یه سری ویدیو ببینیم. ببین یه سری ویدیو برات حاضر کردم. لیتس گو. کدومو؟ اون. این؟ نه بغلیش. آره. وای بیا. قرارم تو انتخاب کنی. بری باش. این چیزی. حالا پاشه بشینه دست بده. آفرین جسی، دوست دارم من. برم یه دقیقه با گلنازم صحبت کنم. خودتان را نشناسید. من چشم ابرو مشک زیاد دوست دارم. 2 روز بعد موجی گردن نگیرید. همیشه بهش میگم ای کسی اومد برو آشنا شو، چه اشکالی داره؟ من فقط تو رو میخوام. نه برو، چه اشکالی داره؟ فقط تو. پروین برو دیگه. ببین من لولم خیلی بالاتر از این حرفاست. اسپیکر $6000 دارم، تو خوابم نمیبینی. اجازه بده دارم حرف میزنم. منطق غیر منطقی داشته باشید. من با دوست پسر قبلیم که به هم زدم گیاهخوار شدم. بیچاره دوست پسر بعدیش. تصور کنید در نقشه کشیدن مثل امر و آس هستیم. ببین میری به شاهین پا میدی، بعد از در میاین تو. وقتی شاهین گفت تو رو انتخاب کرده، بگو انتخاب من تو نیستی شاهین، فرشاده. اینجوری هم اون ضایع میشه هم من تو رو تست کردم. ولی در عمل ابو موسی اشعری باشید. این تموم شد. آره این سوریلند واقعا خیلی دوست دارم سوریلندو. خیلی خوبه. دمتون گرم. خیلی جذابید. سال هاست که دارید فان درست میکنید ولی خیلی هم خفرم. خب اجازه بدید چی بگو با فایلای من برم فایلای شما الان اذیت میکنم. اجازه بدید میدونم کدومو بذارم. نفر آدم شما رو دید، 2 نفر آدم که میشناسه. من خدایی تا الان به کدوم یکی از اینا بی احترامی کردم؟ هیچ وقت نکردی، خدایی نکرد. دیوونه لیاقت. بیا بشین عشقم بیا. لیاقت ندارن. آخه من دارم تو روتون هرچی پشت عشق ابدی نسخه انسان‌های نخستین برگام. حاجی واقعا دمشون گرم با این خلاقیت و متفاوت بودن. دقیقاً. ولی تو این صحنه نبودی ولی خب من فقط این صحنه رو پیدا کردم. حالا صحنه‌های دیگه نخستین هم پیدا بکنیم فکر کنم خیلی جذاب بشه. خب میریم برای این قسمت. خلاصه 100 قسمت در 10 ثانیه.
افرادو داره نشون میده. Dominic Forsell, اسم Brentford Miller, Rabin Tony, Amorin Olasco, Marshall Allman, Wade Williams, Paul Adelisten, Robert Netter, Rashmon Danwar و سارابین خالیس در فرار از زندان. چرا من نبودم؟ من نمیدونم دیگه، حالا یه سریایی که پیدا میکنم خدا رو شکر بچه ها لطف دارن، هی منتظر بودن. هستی تو هم توی یه سریاشون هستی. خوشگلی رو به چی میگی؟ ببین من اصلا همون استانداردی ندارم برای خوشگلی. مثلا من شما رو زیبا میبینم دیگه. من از این گریه‌مو هیچکی ندیده. یه جفتی یه کلام اونم هیچکی. وقتی که میخواد بارون بیاد قبلش دلم میگیره. یعنی دلم میگیره و بعدش میبینیم نیم ساعت بعدش بارون اومد. آره. به خاطر ابری بودن اینا نیست؟ یعنی ببین این پژمان خیلی شیطان چیز داره، پنهان داره. بعد شیطونیش هم بامزه است. یه موقعا یه چیزایی میگه ابراشو. آره یه دونه بالا یه دونه پایین، یه چشم این یه چشم اون بعد دماغ شبیه دهنش. ببینیم چه خبره، امروز چیکار می‌کنیم. بفرمایید. شما بفرمایید. میشه اول شما بپرسید؟ نه شما. باشه. میتونیم سنگ کاغذ قیچی کنیم. باشه. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. اول من. اول الان کی شد؟ شما. الان کی باختش؟ خیلی خوب. حالا من پس از یک موضوع نجومی دوست داری صحبت کنم یا یک موضوع اجتماعی؟ اجتماعی نجومی. وقتی میزنی میری بالا کجا میری؟ اگر که برگردی به یک سال پیش، اگه برگردی به گذشته، دوباره دوست داری که توی برنامه عشق ابدی شرکت بکنی؟ 100%. چه چیزی متمایز کرده که بگی 100% توی این تجربه، توی این تایم؟ اینکه شناختم نسبت به آدما خیلی خیلی بیشتر شد و خیلی راحت‌تر و ایزی‌تر از اون برنامه به بعد تونستم آدمای اضافه زندگیمو حذف کنم و بعد از این برنامه خیلیا که ادعای دوست بودن داشتن مارهایی بودن که تو آستینم پرورش شده بودم و بعد من متوجهشون شدم. یعنی تو توی این برنامه هم متوجه شدی که رو دست خوردی بازم؟ من توی این برنامه که متوجه شدم رو دست خوردم، هیچ بیرون برنامه هم متوجه شدم رو دست خوردم و بعد از برنامه تازه یه سری جلوه‌های اصلیشون رو کردن که میتونن چقدر مثلا شیطان صفت باشن و ادای آدمای خیلی خوب و مثلا گوگلی و بی‌آزار رو در بیارن که حتی مثلا تو دوست داشته باشی بهشون یه عالمه کمک کنی، بهشون مثلا عشق بدی، حمایتشون کنی، بعد مثلا همونا بیان بهت آسیب بزنن. خب فکر میکنی که فقط این برنامه باعث شد که تو به این نتیجه ها برسی؟ یعنی اگه تو لایف استایل یه ذره بیشتر دقت می‌کردی به این نتیجه‌ای که باید نمی‌رسیدی؟ خب قطعاً دقت‌های لازم که تا اونجا میتونستم و میدونستم و انجام داده بودم که حالا الک شده هاش اینا مونده بود. ببین خیلی اوضاع خراب بود. آره اینا بازمانده های اونا بودن، ولی خب مثلا من وقتی از اون برنامه اومدم بیرون، خب اون شهرته باعث شد که یه سریا بخوان دندون تیز کنن واسه اینکه بخوان از من یه سری چیزا رو استفاده یا سوء استفاده بکنن. بله بفرمایید. شما ممنونم. عاشق شما عزیزم، خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم نیست. اجازه بدید باید عکس بگیرم. بله چرا که نه، حتما. بله داشتم براتون میگفتن که ماروخ جان این برنامه چه تبعاتی میتونه داشته باشه. لطف کردید. من میتونم یه سوال ازتون بکنم؟ دوست حال شما چطوره؟ مسافر هستین؟ بله.
چند روز اینجا؟ ما 5 روز. 5 روز اینجا. کجا زندگی میکنید؟ ما تو تعلیمان تهران. الان هتلمون از تهران. خوبی شما؟ شما هم دوست دارید توی تشریف بیارید؟ یه سوال شخصی تر میخوام بپرسم. یکی از اخلاقایی که دوست صمیمی داره و دوستش نداری چیه؟ خیلی از خودش تعریف میکنه. شما میتونید من جواب بدید؟ واقعا تعریفیه ها، یعنی واقعا هم خوشگله، هم دستپختش خوبه، خوشتیپه، ولی خیلی میگه خودش، ولی خودش هم اگزاجره میکنه. آره دقیقاً، وگرنه خیلی دوست داشتنیه، ولی خب من کلا خوشم نمیاد که خودش خیلی تعریف کنه. بسیار. یه دونه سوال دیگه هم بکنم. کاپل چه کاری برات انجام بده تو خیلی باهاش عشق میکنی و حست بهش بیشتر بشه؟ ابراز علاقه. نه یه کاری بگو، مثلا ابراز علاقه چه جوری؟ مثلا بهت محبت کنه، بیرونت ببره، خرید ببرتت، مسافرت ببره، یا حس خوب بده، یا همه اینا خوبه، ولی وقتی به زبون بیاره کلامی، خانوما از گوش عاشق میشن. راست میگی؟ آره واقعا اینو بشنون خودش فکر کنم نصف راهو رفت. کاپلتون ایشون هستن؟ همسرم هم بله. من میتونم ولات شما رو داشته باشم؟ بفهمید اینجا. خیلی خوشوقتم از آشناییتون عزیزم. اسمتون چیه؟ عابدزاده. عابدزاده جان. گل زدی بس. اما گل میخوری. گل خوردی. آره دیگه شما عابدزاده گل خوردی. عزیزم این سوال می‌خواستم از شما بکنم. دوست چه اخلاقی داشته باشه که دوست صمیمی که دوستتو دوست داری ولی اون اخلاقه رو دوست نداری؟ خسیس بودنه. خیلی تو مخه. الان هم هستش؟ آره بابا زیاد. کاپل چه کاری برات انجام بده خیلی به تو حس خفن میده به عنوان مرد طرف مقابل؟ احترام. خیلی جذابید. خیلی خوشحال شدم از دیدنتون. مراقب خودتون باشید. موفق شما باشم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار. بابا خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. بله شما داشتید می‌فرمایید. بله. قبلش اون نسبی شناخته شده بودم، اینکه یهویی خیلی بیشتر شناخته بشم و یهویی آدمای دورم رنگ عوض کنن جریانشون خیلی فرق میکرد و این رنگ عوض کردنه به همون شدتی که مثلا میزان اون شناخته شدن بیشتر بود، میزان اون تغییر رنگ آدما هم بیشتر بود. یعنی مثلا سرعتش خیلی زیاد بود و یه دفعه یه چیز دیگه از خودشون به من نشون دادن. خیلی متوجه شدم. خیلی عالی. امیدوارم که همیشه توی مراحل زندگی تصمیمات و تجربیات خفن انجام بدی و این مدل اکسپریانس ها واقعا جزء تجربیاتی هستش که خیلی گرانبهاست. پس تو برگردی دوباره توی این برنامه شرکت خواهی کرد. بفهم. میدونستی بدن انسان میتونه تا 7 دقیقه بعد از قطع شدن سرش هم واکنش عصبی نشون بده؟ یه قسمتاییشو میدونستم ولی توضیح بیشتر اگه داری بده بهم. منم تو همینت میدونم. توضیح بیشتر نداری؟ حالا چیزی که من در جریانش هستم اینه که خب ما دی ان ایمون خودش هر کدوم از دی ان ای هایی که توی سلولامون هستن یه مغز ویژه‌ای دارن که هر کدوم جداگونه دارن واسه خودشون زندگی میکنن و فرآیند رشد خودشون رو میبرن جلو. مغز فقط مدیریت بین بدن رو انجام میده و ما داریم قسمت‌هایی از بدن که حتی بعد از مرگ کامل اونا همچنان در حال رشد هستن، مثلا مثل ناخونا، مثل موها، مثل یه قسمتی از بدن که در حال رشد هست و دیرتر متوجه میشه که بدن فوت کرده، بدن مرده، میدونی دیرتر این المانه بهش میرسه. ولی این چیزی که داری میگی حالا دقیق‌تر و کامل‌ترش اگه شماها میدونید لطفاً به ما هم بیشتر یاد بدید. دقیقاً. مرسی. شمایی؟ بله. شمایی؟ این سوالایی که می‌پرسی لطفاً جوابش هم واسه ما بیار که ما بدونیم. به هر حال من میپرسم که بدونن. ببین ندانستن عیب نیست. نپرسیدن عیب نیست. نپرسیدن عیب نه دیگه، ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیب است. درسته؟ ندانستن کم بله. آره درست گفتی. ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیب است. نپرسیدن درسته؟ اونم عیب نیست ولی پرسیدن بهتره. کلا خواستم بگم ممکنه یه وقتا یه چیزایی رو ندونی، بپرس و یاد بگیر. این بود. درسته؟ آقا سرعت نور میدونی چقدره؟ نه. یه موضوع علمی نجومی میخوام در موردش باهات صحبت کنم.
سرعت نور 30,000 کیلومتر در ثانیه است. 30,000 کیلومتر در ثانیه. 30,000 کیلومتر در ثانیه سرعت نوره که میتونه حرکت بکنه. موقعی که خورشید نورش رو به سمت ما پرتاب میکنه، فاصله زمین تا خورشید خب خیلی زیاده دیگه. 8 دقیقه و هلوش 20 ثانیه طول میکشه که نورش به زمین برسه. خب و این فاصله وقتی که ما داریم از روی زمین نگاه میکنیم خورشید رو، در حقیقت داریم 8 دقیقه قبل خورشید رو نگاه میکنیم. چه جذاب. یعنی ما اون چیزی که از کیهان داره نورش به همون میرسه و خورشید رو مثال زدم که فقط بدونیم همه اتفاقات و اجرام کیهان وقتی که نورش به سمت ما میرسه ما داریم گذشتهشون رو میبینیم و ما در حقیقت داریم یک جوری تو زمان سفر میکنیم و گذشته اون اتفاق رو رصد میبینیم. چقدر جذاب. حالا خورشید 8 دقیقه قبل، سیارات دورتر فاصله شون بیشتره. ما داریم که تلسکوپ هابل تصویرایی گرفته از سیارات و منظومه های دیگه که مال میلیون ها ساله نورش تازه رسیده. آره. و اون فرایندی که داریم میبینیم مال میلیون ها سال قبله و ما در حقیقت با یه تکنیکی میتونیم به گذشته سفر بکنیم و گذشته رو تو حالمون ببینیم. چه جذاب. با حال نیست؟ آره دقیقا. یه سوال، تو چند وقته که مطالعاتت رو راجع به نجوم و ستاره شناسی و کیهان داری انجام میدی؟ چون میدونم که اطلاعات خیلی زیادی داری و همیشه هم خب لذت میبرم از اینکه توضیح میدی راجع به اینا، ولی دوست دارم ببینم مثلا خیلی علاقه زیادی داشتی به این موضوع، قطعاً که این انقدر اطلاعات دقیق داری. ببین من از بچگی یکی از شغلایی که خیلی دوست داشتم باستان شناسی بوده، یکی از شغلایی که خیلی دوست داشتم نجوم بوده، هوافضا بوده از کوچولویی. بعد هر چقدر که بزرگتر شدم، حالا رشته دانشگاهیم الکترونیک بود، ولی این چیزا رو کوچولو چیزای مطالعاتی میدیدم سریع میرفتم. تو مثلا اکسپلور اینستاگرام منو بعضی موقع دیدی، هر 2-3 تا پست داره یه موضوع علمی میاد واسه من، انقدر صفحات علمی رو میرم جستجو میکنم، حتی توی تایم خالیم هم میرم کاوش میکنم توی این موضوع. فوکوس نداشتم ولی فکر میکنم مثلا 15 ساله 16 ساله 17 ساله که بوده، ولی مثلا تو 11 سال اخیر خیلی زیاد بوده. انقدری که اکسپلور اینستاگراممو باز میکنی هر یه دونه 2 تا پست یه چیز علمی نجومی هست، یا باستانیه یا علمیه، یا به گذشته ربط داره، یا به آینده ربط داره، یا به تکنولوژی ربط داره، یا به نجوم ربط داره. این شکلی آره خیلی باحاله. خلاصه که این شکلی. اوکی. من بپرسم توضیحات جذاب. خواهش می‌کنم. اگه یه روز صبح بیدار شی ببینی تو حساب بانکی 10 میلیون دلار پول هستش، اولین کاری که باهاش می‌کنی چیه؟ 10 میلیون دلار سپاسگزاری. آره واقعا ملمشم میگم خدایی جوی گیره دبر از لبام. تو کجا رفتی؟ این کجا رو دوربین کن؟ ببین لبامو قنچه میکنم میگم خدا رو شکر بابا. یا بعدش خیلی کارا میتونم انجام بدم با 10 میلیون دلار. اولین کاری که میکنی چی؟ اولین کاری که میکنم اینه که بلند میشم میرم صبحانه میخورم. با 10 میلیون دلار چی کار میکنی؟ خب اولین کاری که میکنم فکر میکنم ببینم چی کار کنم. اولین کاری که میکنی چی کار میکنی؟ یه از اول به خودم میام ببینم آیا این عددا و صفراش واقعی هست یا واقعی نیست. اگه واقعی بود که بعد یه برنامه‌ریزی قطعاً بیزنسی میکنم روش. فقط واقعا یه برنامه‌ریزی بیزنسی میکنم روش، یه بخششو میذارم واسه بیزنسم، یه بخش واسه زندگیم، یه بخشم واسه یه سری افکاری که دوست دارم طی اون به یک سری آدم دیگه کمک بکنم. حالا مثلا یه مجتمعی بخوام بزنم، یه کاری بخوام بکنم که یک عده زیادی رو برای کار کردن اونجا جمع بکنم که اون رو ربطش بدم به یه فرایند تولیدی یه چیز توی مایه ها. متوجه شد. حالا خودت چیکار میکنی؟
10% رو اولین کارش اینه واقعا دیگه. 10% رو میذارم کنار واسه کسایی که میخوام بهشون کمک کنم. چون مدل زندگیه منه. بعدش سوال این بود که اولین کار چی کار میکنی؟ خب باشه دیگه، هر کی یه جوره دیگه. تو من کار ندارم. من اولین کارم اینه که از خدا لب میگیرم، میگم خدا رو خب دیگه همین بوکادا. بعد چیکار میکنی؟ آقا سوال من این بود اولین کاری که میکنی چیه؟ دومین کار نه. حالا من سوالم اینه که دومین کارت چیه؟ دومین کارم نمیدونم واقعا. بشناسم یا تو خواستی کسی رو بشناسی میتونیم بریم بشناسیم. غیر از اینه صحبت نکردیم اونجا روز اولی. آه من دیگه همه خوشتی بیجا نگیده بودم، گیریم هم کردن من تو شوخدت هم که هستن. مثل تو باشه، خالدنک باشه، تیم جمع کنه. ضعیف اترومی بیا پایین. اومدم پایین صاحب کنه. حاجی اون کلیپه رو من آینه هاش وای این ببین اند ادب شما رو صدف بیوتی هم که واقعا بچه خیلی خوبیه، سالا زحمت میکشه تو فضای بیوتی. علی هم که همسرش این کلیپه داری توضیح ویدیو احتمالا یه مسخره چیزی کرده که داری رو زمینه چینی میکنی. ببین نمیتونم زیاد واژه مثلا تو اینو استفاده کنم، سخته. مثلا من فکر کنم باید یه ذره تمرین کنم و خودم عادت کنم بر طبق همون روندی که اومدیم جلو. من چقدر خوشم میاد اینجوری احترام میذاری. خوشم ای جان چقدر محترمن اینا، مثلا این بانوی عزیز واقعا. باریکلا. اون ویدیویی که تو ماشین گرفتی وای خدای من چجوری میشه اینو برام توضیح بدی؟ این توضیح بده واقعا. بابا مردم ترک خوردن نه به اون ادب داخل برنامه. خب اون برنامه است دیگه، خیلی برنامه داره فیلم برداری میشه، نمیتونم بیام اونجا فوش بدم. بعد من استایلم این مدلی رو یه سری میگم مثلا میخوای کیوت باشی ولی کیومرسی. من واقعا دارم نمیخوام مثلا کیوت باشم، من واقعا یه جایی کیومرسم، دوست دارم کیومرس باشم. خب این استایل منه، مدل منه. ولی خب اونجا کانسپت برنامه بود دیگه، عشق کانسپت. منم داده دیگه یه ذره سعی کردم همچین چیز باشم دیگه، مؤدب. آخه اون مؤدبه خوبه ها، ولی اینجا واقعا مؤدبه اگزاجره است. بعد اون کلیپی که داره علی نشون میده، علی داره بعدش میاره روی ویدیو ما، اونجا داری میگی قپونی از. خب یه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه. من با هر کسی اینطوری حرف نمیزنم، میخوام یکی رو دیس کنم یا هیت بدم بهش این کارو انجام میدم. خب تو حالت نرمال خیلی با شخصیت و خوب و محترم و خانومانه صحبت میکنم، ولی یه جاهای کیومرس رو درنم میزنم بیرون دیگه. اونجا هم لازمه، خدا لازمه. خیلی خوب بود وای خدا. خب احسن. عرض کنم خدمتت که نظرت در مورد حیوان خونگی چیه؟ به نظر من خیلی چیز جذابیه و هر کسی توی زندگیش داشته باشه معجزه اون شکلی هم میبینه. اتفاقات متفاوت. فکر می‌کنی آیا داشتن حیوان خونگی توی زندگی باعث آگاهی و رشد فردی میشه؟ 100%. خب مثلا تو حیوان خونگی داری؟ آره گربه. چه اتفاقی درونی برات رخ داده با بودن گربه تو زندگی؟ اولین چیزش اینه که مسئولیت پذیریت خیلی بالاتر میره.
دومین چیزش اینه که گربه انرژی ماورایی خیلی زیادی داره و باید خب به چشم ببینی دیگه، یعنی گذر زمان اینو به تو نشون میده که چه شکلیه و چه اتفاقایی رو ایجاد بکنه. یعنی یه چیزی رو بهش میدی، یه چیزی رو ازش میگیری و اون شخصیت مستقل رو توی تو خیلی خیلی بالا میبره گربه و بهت یاد میده که چجوری بتونی بدون وابستگی به هیچ کس و هیچ چیزی مسیر زندگی تو موفقیت آمیز جلو ببری. این چیزیه که من ازش یاد گرفتم. و یه چیز دیگه ای هم که بهت یاد میده که با آدما مهربون باشی و دوستشون داشته باشی به اندازه‌ای که بهت آسیب نزنن. زمانی که بخوام بهت آسیب بزنن دفاع کردن از خودت رو بهت یاد میده. خب پس تو با داشتن یه پت خونگی یه سری درسایی گرفتی که شاید مثلا با بودن یه سری آدمای دیگه نمیتونستی داشته باشی ها؟ بله. سلام، چطوری آرمین جان، خوبی؟ بله. پس اوکی، متوجه شدم. خیلی جذابه. آره پت خونگی کلا جزء چیزاییه که به نظر من چه پت، چه گیاه، چه هر چیزی که خارج از انسان باشه و توی فرایند زمین باشه و از دل مادر زمین باشه، شما اگر که داشته باشیش توی محیط زندگی، توی زندگیت و با اونا همزاد پنداری کنی و بزرگشی، یک عالمه هم درس اونا بهت میدن، هم تو میتونی به اونا بدی، هم حس خفن میده، هم واقعا پسش یه سری آگاهی های هستش که تو واقعا از بودن اونها باید به دست بیاری، مثل گیاهایی که تو خونه داری، مثل هر چیز دیگه ای که مثلا یه سریا پرنده دارن، یه سریا سگ دارن، یه سریا گربه دارن، یه سریا مار و عقرب و اینا رو نمیدونم، ولی خب اونا ولی یه سوال از تو بپرسم، آیا قبول داری که آدما شبیه به حیوانای خونگیشون میشن؟ شبیه به حیوانای خونگیشون میشن؟ نه، اخلاقی فکر کنم اومدم ببرنه. شبیه به حیوانای خونگیشون میشن، بیشتر به این اعتقاد دارم که آدم‌ها همیشه شبیه به خودشون رو انتخاب میکنن، چه اگه بخواد که انسان دیگه ای رو انتخاب بکنه، چه اگه بخواد انسانی حیوان دیگه ای رو انتخاب بکنه. واسه همینم هستش که مثلا تو وقتی میری پت خونگی انتخاب میکنی، اکثرا پتای خونگی شبیه صاحباشونن، چون که طرف دوست داره سگ، مثلا مدل سگی رو انتخاب بکنه که از فیسش و حسش و اون انرژیش خوشش بیاد. اون چیه؟ اون چیزیه که تو درون خودش یه ذره کشف کرده، وجود داره، یا کشف کرده یا کمبود داره، از این دو حالت خارج نیستش و اون حسه رو میده. ولی یه وقتایی تو انتخاب نمی‌کنی که حیوان خونگی چی باشه، خودش میاد توی بله اونم هستش با یواش یواش چیفت میشی. آره، یعنی قبول داری که بس اخلاقیات یواش یواش شبیه میشه، درسته؟ یعنی صفات در اصل. شبیه بودن یه سری رفتار و اخلاقا ممکنه رو هم تاثیر بذاره. این یه چیز طبیعیه، هم حیوان به انسان، هم انسان به حیوان، هم انسان به انسان، هم انسان حیوان به حیوان. آره، حتی تو میتونی اخلاق و رفتار گیاه هم به خودت ببینی، آهسته و پیوسته، جونم به جونت وصله، زیبا رشد کنی، آهسته رشد کنی ولی خفن بشی. دقیقاً، قبول دارم. این مسیر یک گیاه. ولی کلاً از باب معنوی من هر موقع که نگاه کردم و خیلی هم راجع به این موضوع اطلاعات دارم، یعنی کامل، حیوونا کلاً زمانی که وارد زندگی انسان میشن، چه انسان خودش انتخابش کنه چه اونا انتخاب کنن که بیان توی زندگی انسان، این مسئولیت ها رو به گردنشون دارن. خیلی سلام، خوبی؟ جانم بفهم ویدیو یوتیوب عزیزم، اشکال نداره. مرسی عزیزم، خوشحالم از پشت دیدم قربان دارم، از پشت داشتم اینا صداتون دارم چقدر آشناست. الهی عزیزم، خیلی خوشحالم. زنده باشی قربان. اون حیوونا وقتی میان توی خونه ما یک مسئولیتی رو با خودشون دارن که تا اون مسئولیت تموم نشه از زندگیمون بیرون نمیرن. سگ به مدل خودش، گربه هم به مدل خودش. سگ یه جورایی آدم و روحش رو عوض میکنه، تقویت میکنه، عشق و وفاداری رو بهش یاد میده. گربه یه جوری استقلال و شخصیت مستقل و خیلی چیزای دیگر رو یاد میده. و حالا
دقیقاً در ارتباط با ما رو عقرب و اینا که داشتی میگفتی و من میشناسم حتی آدم‌هایی رو که حیوان خونگیشون مار بوده و خودشون هم دقیقاً همچین صفتی رو داشتن توی خودشون یا حیوان خونگیشون عقرب بوده. این اونجاییه که من گفتم که ببین افراد خودشون رو انتخاب میکنن حتی برای پت خونگیشون. ما توی رابطه های کاپلی هم داریم افراد. ببین ماها به خاطر اینکه تو تا حالا شده بری جلوی آینه بشینی و لذت ببری از خودت؟ خیلی. آفرین. اکثر انسان ها اینطوریه، وقتی میرن جلوی آینه میبینن از خودشون لذت میبرن. فرقی نداره چه انسانی باشه چه شخصیتی باشه، ماها ذاتمون خودمون رو دوست داریم و وقتی میخوایم دوستی و کاپلی یا حتی دوستان معمولی دورمون انتخاب کنیم سعی میکنیم شبیه به خودمون انتخاب کنیم، اخلاق و رفتارشون شبیه به خودمون باشه، حتی از لحاظ فیس شبیه به خودمون. به خاطر همین هم هستش که کاپل هایی که بسیار جذاب و موفق و عاشق هستن نگاه میکنی خیلی شبیه همن، چون همه حتی از لحاظ فیس هم نزدیک به هم انتخاب شدن. بعد از لحاظ اخلاقی چون خیلی هاشون چیفت همن، تو مسیر تایم خیلی بیشتر چیفت میشن. قبول دارم. حیوان هم همینطوریه. طرف اگه مار انتخاب کرده داشته باشه واقعا یه سری از رفتارها و شخصیت‌های مار رو تو درونش داره و دوستش داره، اونو دوستش داره. بعد با مار هم حال میکنه. با کروکودیل فارسی کم بلد. چی بود؟ کروکودیل. وقتی قفل میشم کروکودیل هم انتخاب میکنه، پت انتخاب میکنه، چیز انتخاب میکنه. خوبین؟ احوال شما؟ ممنونم. سلامت باشین. سلام. خوبی شما؟ خوش اومدید. سلامت باشین. بله. بفرمایید. بسیار هم عالی. عشق میکنم وقتی اینقدر ایرانیای با انرژی و خفن و جذاب رو واقعا میبینم. خودم به شخصه خیلی خوشحال شدم عزیزتون. خدا نگهدار. خب ولی من خیلی دوست دارم این موضوع رو که مردم چقدر واقعا تو رو دوست دارن. انرژیشون خیلی خوبه، واقعا لذت میبرم. هر سری میایم اپیزود ضبط کنیم اینجا یه عالمه انرژی خوب از شما میگیرم. واقعا و خیلی جذابه و خیلی این یه حس خیلی خفنی میده که اولا نشون میده که چقدر شخصیت باحال و کول و درست حسابی داری که تو رو توی برنامه ریالیتی شو دیدن، با اینکه این برنامه هم خیلی طرفدار داره هم خیلی هیتر داره، ولی تو ریالیتی اینقدر به تو عشق میدن و اینقدر به تو حس خوب دارن و بهت تبریک میگم که اینقدر انرژی خفن، شخصیت خفن و اینقدر درجه یک هستی که مردم هم این رو فهمیدن، این حس رو متوجه شدن که هی میان به تو عشق میدن. دمت گرم واقعا از انرژی خوبت و حس خوبت. آره خب خلاصه تو کروکودیل و سگ و گربه و اینا گیج جان. اون حیوان خونگی از نظر تو چی باشه؟ من خودم خیلی سگ دوست دارم و از بچگی هم تو زندگیم داشتم، هم خانوادگی هم خودم به شخصه. با گربه هم حال میکنم، با پرنده حال میکنم، با گیاه حال میکنم. ترجیح هم پتم تاپ اول هستم سگه. پرنده خودم نرفتم مثلا بگیرم بیارم، ولی تو زندگیم اومده، رو ماشینم نشسته، رو سرم نشسته، رو چیزم نشسته. آره یه دونه مرغ عشق بودش که 3 سال 4 سال پیش اومد رو ماشینم نشست، بعد اومد رو سر استوریاشو گذاشته بودم تو اینستاگرام، همینطوری باهام اومد رفتم براش غذا مزا همه چی گرفتم، بردمش خونه، براش یه جایی رو درست کردم که آزاد باشه، قفس مفس بسته نداشته باشه، آزاد باشه که راحت بتونه واسه خودش بچرخه، زندگی کنه و یه مدتی با هم بود و بعدش هم آزاد بود، هر موقع خواست میتونست بره، که بعد یه مدتی تصمیم گرفت که بره دنبال زندگیشو رفت. عزیزم خیلی باحال بود، خیلی برای من حس خفنی بود. نشسته رو سرت اومده با. ببین من ویدیوشو نمیدونم پیدا بکنم یا نه، اگه بتونم بذارم اگه بتونم حتما میذارم. تو ماشین اینجامه، بعد میاد اینجا میپره، بعد میاد اینجا، بعد با من میاد، من اصلا هیچ کاری باهاش ندارم، با من میاد، میریم فروشگاه همینجا نشسته، میریم تو فروشگاه خرید میکنم براش، وسیله میخرم، همینطوری رو انگشتم نگرش میدارم میبرمش تا تو خونه و یه مدتی هم بود پیشم و بعد از یه مدتی دیگه در خونه رو هی باز میذاشتم، در چیزو که هر موقع آزادانه خواست بره و اینکه چشم قلبی شد.
حیوان خونگی شما چیه؟ حتما این زیر واسم بنویسید. حتما. و یه اکسپریانس در مورد بودن اون پت خونگی کنارتون لطفاً بهمون بگید که چه حسی داشته، چه آگاهی بهتون داده، چه حس خوبی بهتون داده، اصلا چی رو توتون تقویت کرده بودن اون پت خونگی کنارتون. چه چیزی باعث میشه که به شدت از دست رفیقت ناراحت بشی؟ دورو بودن. ناراحتی بشی که بخوای بحث کنی باهاش، زنگ بزنی الو چرا این کار کردی، چرا اون کار؟ دورو بودن. آیا تجربهشو داشتی داره؟ زیاد. یکیشو برام تعریف کن. زیاد و انقدر زیاد بوده یادم نمیاد. بعد حالا خودت هم این کارو کردی با کسی؟ واقعیتش نه. من کلاً یه جاهایی خیلی قضاوت میشم دقیقاً به خاطر همین موضوع، به خاطر اینکه اگه دوستم باشه طرف یا نباشه، اگه مثلا اشتباهی بکنه من همونجا بهش میگم تو اینو داری اشتباه میکنی، اصلا مثلا مهم نیست که دوستمه واقعا، چون اگر من بهت نگم واقعا من دشمنتم، چون کسای دیگه میگن و تو آسیب میخوری. باز این شکلیه. ولی خب از آدما زیاد دیدم این موضوع که طرف منفعتشون برن، اینکه مثلا بخوان نقش بازی کنن، اینکه مثلا بخوان پیش من دوست باشن، پیش اون کسی که دشمن منم هست دوست باشن. اینا رو آره دیدم. بعد اون وقت رفیقتو بخشیدی؟ یکی دو بار بخشیدم. رفیق خیلی آدمای زیادی با هم این کارو کردم، یکی دو نفر این کارو نکردم. خب ولی چیزی که وجود داره اینه که من با آدما به اندازه ظرفیتشون رفتار میکنم. خب بذار پس یه دونه کلیپ بامزه باز کنم. چرا آدم چرا سوء تفاهم می‌کنی؟ تکلیف شما مشخص کن دیگه بین من و ماهرخ. سوء تفاهم میگی؟ نه خب باید بگی که دیگه من پس بکشم یا پیش. خودت پس نکش یا خارش نکنی یا خارش نکن. خودت پس نکش. من بخور تلاش کن. من تلاش کنم؟ بخور دو چرخه بزن. ورزش کن. دیگه نیازی به تلاش نیست که یه ذره چشه کورت باز کنی میفهمی، ولی منو اذیت نکن، تکلیف منو روشن کن. خب من دکترم باید یه خورده یه سری از مسائل رو بررسی کنم، بررسی رو ببرم تو شرایطی بیارم تو بررسی. خب چپ ببین کاراشو گیواب نکن. گیواب نمیکنم. گیواب نکن. باید بین من و مامرخ یک نفر گیواب کن. نه باید گیواب کن. قف کرد تو تن اون یکی. قشنگ قف کرد تو تن اون. واقعا مرسی. ببین این دوتا چند تا دالا ویدیو درست کردم، حالا من چند تاشو دیدم. منم یکی دو بار دیدم اینو ولی ندیده بودم. خیلی بانمکن این دوتا. و دندوناش کو؟ دندون داره اون شکلی اونطوری انگار. نمیدونم دندون نداره. داداش تو دندون نداری؟ نه یه ورش دندون نداره میکنه. نه این داره متا از این چیزا میذاره، از این دندونای از این یه مدل دیدیم مثلا دندونای من البته اینطوری میگم آره کی کسی میدونه. من میدونم دندون نداره این. میدونی واسه بلاگری این کارو کرده، نصف دندونشو برداشته. آره جدی دارم میگم، میدونم تحقیقات به عمل آوردم. واقعی؟ آره بپرس. نه بچه این نصف دندونشو برداشته. آره. چیزی که من فکر میکنم اینه که مثل این دندونای شیطونی اینا هستش که میذارن، هست از اینا که میذاره تو دندون نصف لسته است، نصف دندونه که زده بیرون. خب این فقط در حد فکره. خب تو 100 مطمئنی؟ بله. به خاطر دندوناتو برداشتی فقط واسه بلاگری؟ راست بگو، من الان تایید نمیکنم تو خودت. من اون یه کسی اینو به من معرفی کرد، یه بار یکی دیگه کلیپشو واسه من فرستاده بود، بعد گفتم این چرا این شکلیه. توضیحی که اون داد این بود، گفتش که یک ور دندوناشو واسه بلاگری برداشته و کلا تو همه کلیپاش هم همینجوریه. بعد من رفتم چک کردم دیدم آره هست. خب آره تو همه کلیپاش اینطوری هست، ولی واقعا چرا باید یه نفر نصف دندوناش خب بگردیم پیجشو پیدا کنیم بچه‌ها، بین علمای اختلاف بکشه که بعداً تا آخر اون دیگه چی بگم این چیزیه که من میدونم. آقا شما یه تحقیقاتی کردی لطفاً آره تو کامنت ها بگید که ببینیم چه جوریه، تا ببینیم ان شاءالله این دندون دیگه حرکتی بزنه. منم اولین بار شنیدم اینو خیلی تعجب کردم. امیدوارم این کارو نکرده باشه واقعا، واسه بلاگری امیدوارم همچین حرکتی فنی نزده باشه، چون خیلی فوله.
اگه این کاری کرده باشه. این چیه؟ عقیده شخصیشه. خلاصه 50 قسمت عشق ابدی. همه هم درست کشیده. کی با کی تا حالا؟ نه من با امیرحسین نبودم الان. مثلا دیت و مثلا حتی همون یه چند ساعتی که بخواید دوست بشین یا نشدید یا نصف دیت یه روزه نصف روزه داشته باشید بعد نشده بود. من که با دقت دارم نگاه میکنم. آره بادکنک که پریسا بیچاره که اون همونجا روی شاخه اینجوری مونده و اون دوتا هم که اصلا از بیرون اومدن تو رفتن. اینطوری اون گوشه ایسا. اگر که بخوای واقعا از آسیب‌هایی که از سمت انسان‌ها دیدی و از سمت حالا رفیق دیدی بخوای مثلا یک جوری به اونا چیز بکنی خودتو ازشون بگیر. قطعاً. چون خیلی ها هستن اینطوری. من خودم به شخص خودم اینطوری هستم. این شخصیتو دارم. یعنی اگه تا یه جایی تو رفاقت احساس کنم که خیلی موضوع داره پیش میره خیلی فلان میکنه یا بیزده کلا گلسین آبی خیلی داره مثلا رفاقتمون به چالش کشیده میشه و دارم احساس میکنم که اون وری که حس میکنم باید واسه من باشه نیست خودم ازش میگیرم 100%. خب به خودم هم خیلی اذیت شدم یعنی بارها سر این موضوع خودم ناراحت شدم اذیت شدم چون ذاتم وقتی من دارم خودم از اون رفیق میگیرم دارم یکی رو از خودم هم دور میکنم دیگه. شاید اون به من نیاز داشته باشه شاید کمک بخواد شاید حس خوب بخواد شاید شرایطش بد بوده شاید هر چیز دیگه یه جاهایی هم واقعا دوباره برگشتم یه تلنگرایی بهش زدم دوباره برگشتم به اون رفیقم پیغام دادم زنگ زدم یه جای حالشو پرسیدم که بدون حواسم هست بهش ولی خیلی ناراحت کننده. یه سوال چند درصد از رفاقتایی که توی زندگی داشتی رفاقتشون گیر منفعتشون بوده؟ تقریبا میتونم بگم 90% 85%. تا حالا بروشون آوردی؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا خودم سعی میکنم این موضوع اصلا توی رابطه هم نباشه به هیچ عنوان. یعنی اگه با کسی حال میکنم حتی اگه منفعتی داره برای من ذهنم رو میبرم به سوی این که اول از همه تو با این آدم با این انسانه رفاقت داشته باش انسانیت داشته باش تا این بگذرون کنار هم باشید. اگر هم چیزی تونستیم بده بستونی داشته باشیم از لحاظ انرژی حسی کاری منفعتی دلی باشه دلیه رو دوست دارم نه بده بستونیه رو. من دارم الان کسایی که دوست هستن دور و برم و کاملا میدونم سیستم بده بستونیه باید حتما یه چیزی بهش بدم تا بگیره یا اون انتظار داره یه چیزی بگیره تا بدم بهش میدونی. ولی خودم چون دلی این مسیر رو میرم جلو ترجیح میدم به زبون نیارم میگم آقا طرف فهمید موضوع دلیه فهمید اگه نفهمید که پس این آدم دلی نیست چرا برم خودم رو خراب بکنم به زبون بیارم تو چرا میخوای یه چیزی رو بگیری نگاه میکنم دیگه خراب نمیکنم اون آدم شخصیتش اینطوریه. یه سوال خب پس چرا 90% آدمایی که باهات رفاقت کردن این شکلی بودن؟ چون جامعه این شکلی شده چون آدم‌ها این شکلی شدن. من هم جزء همون آدم‌ها هستم. منم ممکنه یه جایی یه برخوردایی با یه سری آدم‌ها داشته باشم که ناخواسته ذهنم به بده بستون بره ولی موضوع اینه که من با اون آدمه شاید مثلا کاری دارم ارتباط میگم دیگه نمیام رفاقت و چاشنی کار کنم میام سیستم ذهنیمو کاری میکنم بیزنسی میکنم ارتباطی میکنم تبلیغاتی میکنم نمیام از رفاقت سوء استفاده کنم بریزم لای داستان. میدونی مثلا یکی از درساش این باشه که تو باید یه وقتایی بیان کنی بزنی تو صورت آدما چیزیو که ازشون متوجه میشی. آره این حرف تو رو درسته ولی بعضی موقع خود آدم خراب میشه خودت خراب میشی مثلا بگی که چی بشه بعد یارو میاد میگه نه من اینطوری نیستم بعد نگاه میکنی یارو شخصیتش اینه هر چقدر باهاش بگی متوجه نیست اون انرژی تو نمیده. تو یه سوال ازت بپرسم بذار من اینو بحثش ببینیم. یه وقتایی هست خب آدما به خاطر اینکه 95% آدما جسارت گفتن یه سری چیزا رو تو روشون ندارن وقیح‌تر میشن اما وقتی فقط یه بار یک نفر اون چیزی که هستن رو توی روشون میزنه و بهشون میگه بعد از اون دیگه نمیتونن اون باشن. خب اینم یه نظریه است احتمال زیاد هم تاثیر خواهد داشت درسته ولی دیگه به شخصیت ربط داره.
یکی ترجیح میده بزنه بگه، یکی مثلا مثل من نمیگه، با عملش یه کارایی میکنه که اون طرف متوجه رفتارش بشه، نه با حرف. من عملیم، من حرفی نیستم. اگه طرف عمل منو فهمید میگم اوکی، شعور داره، میفهمه، دقت داره به من. ولی میبینم اگه عمل من نمیفهمه، میفهمم یارو تو هپروته، حتی عمل منم نمیفهمه. پس من اگه قرار باشه مستقیما بهش بگم اونم نمیفهمه، پس یا مسیرمو جدا میکنم یا رفاقتمو با اون محدود میکنم، فقط کاری باش ارتباط دارم، بیزنسی یا هر چیز دیگه‌ای، و سعی میکنم عشق و انرژیم رو با آدم‌هایی بذارم که اونها هم جریان عشق رو بلد باشن، جریان رفاقت و حس خوب رو بلد باشن. بعضی موقع تو رفاقت پیش میاد که ماها رفیقیم، دوستیم، با هم داریم اشغال میکنیم، ولی یه سری کارها و بیزنس هم کنار هم میکنیم، اون داستانش فرق داره با اینکه ذهن فقط سوء استفاده یا بده بستون داشته باشه. آره متوجهش هستم. آخرین سوال مال شماست. توی این اپیزود خیلی جذاب بود. بچه‌ها تا سوال در میارید لطفاً برامون بنویسید که از قسمت زنگ تفریح چقدر دوستش داشتید، چه چیزایی دوست دارید داشته باشه، نداشته باشه، اضافه کنیم، کم کنیم، و از این قسمت هم اگر نظری دارید لطفاً برامون بیان کنید. حتما توی ادامه سیزن پیادهش میکنیم. راستی مرسی از انرژیای جذابتون که زیر این کامنت ها این همه بهمون عشق میدید. ما هم عاشقتونیم، کلی دوستتون داریم و تمام اینا واسه اینه که شما ببینید، لذت ببرید و با همدیگه یه عالمه تعاملای جذاب داشته باشیم و همدیگه کمک کنیم تو رشد هم. حداقل چی میتونه قشنگ‌تر از این باشه؟ خیلی خفن. خب میریم بعدی. آخ اینم خیلی خنده است آجی. من چقاک صالحی هستم، شما بیننده برنامه عشق خرکی هستیم از شبکه ایران اینتر سانپاش. خب دخترها سجادو داریم نفر اول، از جیکسی شروع میکنیم، بفرمایید. من همینا انتخاب میکنم. تو در چی باید اون انتخاب کنی؟ تو چی؟ چون فرفری شبیه منم، سجاد مال منه. خب دخترها نفر دومو داریم، اصغر. نه این تایپ من نیست، منم نمیپسندم. من چون از اول عاشق پسرای ورزشکار سیس پکی بودم، همین معتاد چاق. نه من میخوام غلط کردی، ولی من برو چه میکنی؟ خب پسرا نوبت شماست، انتخاب کنید. سعید آقا بفرمایید، ما تدیک شما انتخاب. نه شما بفرمایید. اصغر آقا بزرگتر، اصغر آقا بفرمایید. بینمون که فرق نمیکنه، سالم بشه دختر پسرش فرق نمیکنه که ما مثلا اصغر آقا باید از بین دخترا انتخاب. خب باشه، همین فیکسی و جیکسی بودم اون رو برام. اگه فرق نمیکنه چیز زبیده انتخاب نمیکنی. خیلی داری پر رو میشی. مثلا پر روشیم چیکار میخوای بکنی؟ چه دعوامونه اصلا، بیا همین مال شما. شوخی کردم شما بلال مامانه بابا. باریاره. چی؟ حالا برفت چقدر باحال بود. خیلی دوستش داشتم. آخه حالا اونجا دیدی شکموها رو هیچکی نمیخواست، تا یکی انتخاب کرد بقیه سرش دعوا شد. پس اگه یکی میخواد پس حتما خوبه. آره خیلی کمدی. وای لپم. اگه تا همین لحظه، از همین لحظه تا 24 ساعت فقط تایم زنده بودن و زندگی کردن داشته باشی، این تایم رو چجوری میگذرونی؟ هیچی، میرم خدا رو شکر میکنم و خدا رو شکر که تا الان حداقل تونستم زندگی کنم روی این زمین و سعی میکنم که سریع پروژه و برنامه هامو بسپرم به دوستا و نزدیکای خودم که برنامه و پروژه های زندگیمو ببره و 24 ساعت آخر رو سعی میکنم فقط با کسی که عاشقشم بگذرونم و همین. یک کاچ بودن
هیچ چیزی قشنگ‌تر از این نیست. هیچ چیزی قشنگ‌تر از این نیستش. خدا نکنه زبونم لال. یعنی چی؟ جانم سلام خوب هستین؟ بله خوب هستین؟ بفرمایید گلو داشتی balonlar düşse benim یکیو bu balonlar düşse benim ilk yapacağım çocuk çek ايش مسافر هستین شما؟ یه چند سوال میتونم بکنم ازتون بفرمایید. yok teşekkür ederim. Geç. بفرمایید. چند وقت تشریف آوردین استانبول؟ 2-3 روزه. کجا زندگی میکنین؟ من تهرانم، ایشون آلمان. از آلمان راضی هستی؟ خیلی دوستش داری؟ یه سوال، برنامه عشق ابدی رو میبینی؟ نه راستش نه ولی شما رو میشناسم. خیلی متشکرم. کلا جز کسایی هستی که وقتی قسمتش میاد نمیبینی یا فقط توی اکسپلور میبینی؟ فقط توی اکسپلور میبینم. خب یه سوال دیگه، دوست صمیمیت یکی از اخلاقایی که دوستش نداری؟ اینکه یه چیزی بگم بعد بره بگه به بقیه، یعنی رازنگردار نباشه. آره. شما؟ من هم همینطور. رازنگردار نباشه. کاپلت و عشقت چی کار کنه برات خیلی خوشحال میشی و سورپرایز میشی و عشقت بیشتر میشه بهش؟ اینکه وقتی قور بزنم یه چیزی بگم نه چرا اینو گفتی یا مثلا گیر بده بهم، میدونی چی میگم، با اخلاقام اوکی باشه، یعنی بیشتر درکت کن. با اخلاقام اوکی باشه. خیلی خوشحال شدم. امیدوارم سفر جذابی داشته باشید. خدا نگهدارتون. من میخوام. چی میخوای؟ نمیخوای؟ من نمیخوای. عزیز دلم فارسی بلدی؟ No İrani. Türkçe biliyorsun. Evet. Kaç yaşında? 11. Ne çalışıyorsun burada? Gül satıyorum. Öyle mi? Ne kadar? 100 lira. Tanesi 100 TL. Ne kadar pahalı? Olmaz ki abi tanesi. Çok pahalı. Vallahi çok pahalı. Nasıl çok pahalı? 50 TL. Sizin 50 TL mi o? Evet. این 50 لیره الان اومد گلشو داره میده. این 50 این اومد گفت الان گلم 100 لیره. اون یکی گفتش که من 50 لیره. 50 لیره. 25 TL olur mu? Olur. میگم 25 لیر میدی، میگم آقا اگه اومدید توی تقسیم اینا خواستن بهتون گل بفروشن 200 لیر با 20 لیر میتونید ازشون بخرید. Tamam geliyorum, teşekkür ederim. Bye bye. 25 lira. Şu anda nakit yok ama şu anda nakit yok, birazdan gelecek. Tamam mı? Bakayım. Nasıl yok nakit? Bir I love you İran söyle. I love you. Teşekkür ederim. We love you too. Teşekkür ederim. Azizem. خیلی نانازه. عزیزم. hadi teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. خب همینجا برنامه با عشقمون رو تموم میکنیم و من و ماروق جان رو تو برنامه‌های بعد امیدوارم که همراهی بفرمایید. دوستتون داریم، عاشقتونیم. Let's go. خدا نگهدار.